حالتون خوبه؟ ما هر چی که امروز اینجا اجرا کنیم فقط برای شماست و دل مهربون. یه دست خوشگل به افتخار بند من بزنید. شاید باورتون نشه این کار رو همش توی 2 روز ما تنظیم کردیم براتون. کاری که شنیدید رو ترانش رو یه شاعر خوب شهرمون خانم دکتر مصری عزیز که اینجا تشریف دارن تشکیلشون می‌کنیم. خانم دکتر مصری ترانش رو بکنن آهنگ بنده و تنظیم مهران کیمیایی است. مرسی. یه دست خوشگل دیگه به افتخار بچه‌های بند ما مرغ ملال سپهر جانان موسیقیدان گیلکی
خوبه، آدم دوست داره بازم براتون کار 6 و 8 بخونه. خوبه؟ 6 و 8 دوست داری؟ آقا خیلی 6 و 8 دوست داره. آقا زیفه دوست دارم. قربونت برم. اون بچه‌ها که اینجا رو خوب شعر بودن بچه‌های صندوقدان گیلانن ها. عشق عشق. دوستشون دارم. قربونت برم. زحمتشون آقای دکتر پیله‌ور عزیز کشیده تشریف آورده به ما افتخار بده. ممنونم ازشون. به افتخار آقای دکتر پیله‌ور هم دست خوشیه. خب بچه‌ها کاری که شنیدید فریبایی بود با ترانه‌ای از خودم و آهنگ مرد بزرگ گیلان استاد عذرخواه. تشویقا برای عذرخواه کردم و خودش لیسانس بعدی یا متاسفانه، ولی میخوام خوب تشویق کنید استاد عذرخواه. آفرین ماشاءالله. دوستان آقای سپهر جانان هستن. میگوید که میشود. ما چون میلکایی که مخفف بازی کردیمش علیه به این پسر ره میشه پسر اکه اینه گم که میگوید گم که میشود علیه به. مرسی. یه دست خوشگل به اتفاق از آرزها باید بزنید برنامه‌ریزی سازمان بوده تنظیم نظام
میخوام براتون اجرا کنم. این کارا رو خیلی دوست دارم. این کارا رو یه روز سادش کن. جان سادش کن. جانی نگاه. قربونتون بچه‌ها، مرسی. جانی یه نگاه. کاری میخوام براتون اجرا کنم. اسم کاره هست آدمکان. این کار رو خیلی دوست دارم. من خودم هم ایران که تنظیمش کرده. امیدوارم شما دوست داشته باشید. این کار یک کار احساسی و دردمندشانه از سمت ترانه‌سرا هست که با اجازهتون ترانه ملودیش مال خودمه و تنظیم مهران است. گوش میدیم انشالله لذت ببرید.
سالن به من میگی من ببینم این خوشگلا رو. آقایه به 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 چقدر خوشگل. سلام عزیزم، کجایی؟ سلام. خب قبل از اینکه کار بعدی رو انشاءالله شروع کنیم، قاعدتا هر هنرمندی، هر کسی که توی کار هنری هست، چون کار هنری با من سخته، ذره احساسات خاص خودش رو داره. هر کسی حوصله آدم هنرمند رو نداره. معمولا با هنرمند زندگی کردن و کار کردن و کنارش بودن سخته. ما هنرمندا رو بعد خودم رو شاگرد میدونم و در حقیقت هنرجو، ولی دوستان میدونن، دوستایی که هنرمند هستن داخل سالن، ما متاسفانه همیشه این مشکل رو با اعضای خانواده، یعنی اونا در حقیقت این مشکل رو با ما دارن، یا نیستیم یا تو فکریم، یا داریم ترانه میگیم، یا داریم تنظیم میکنیم، یا داریم ملودی میسازیم، یا نوازنده داره تمرین میکنه ساعتها باید بشینه و تو فکر این موضوع شه. پشت همه اینها یه عده آدمن همیشه ما رو تحمل میکنن، در حقیقت به ما محبت میکنن، از خودشون میزنن، کم میکنن، به ما اضافه میکنن تا ما به اینجایی که الان هستیم برسیم. جایی هم نیستیم، خاک پای همه شما بنده هستم، ولی واقعا مرسی. من دوست دارم که ایداد بشه. من اینجا زندگی نمی کنم، تهران زندگی می کنم. الان هم اگه فارسی حرف بزنم، نه اینکه رشته بلد نبام، از همه شما بهتر بلدم با واژگان، چون خیلی ممنون دارم از شهرهای دیگه، دوستایی که همکار من هستن در دانشگاه‌های مختلف و جای دیگه. گفتم فارسی حرف بزنم که دوستانم متوجه تمام جوانگر شهرشن همه رشته یاد بدم. الان اون گیر بلد نیست، ایده چی جانم بود اشاره یاد. خانواده که بمانم، در کنار خانواده همیشه یه سری دوستان هستن، خانواده که به ما همیشه دوست داشتن، ولی خواستم اینجا بهتون بگم که من اگه یک ماه گذشته رو تو رشت بودم و در حال تبلیغ با این بند خوشگل و مهربون و حرفه‌ای بودم، یه عده بچه‌های من تو تهران تمام زحمات دفتر و آموزشگاه و کار و زندگی من همه گردن خودشون بوده. اونا هم پدر مادرشون تحمل میکردن، چون اونا دیگه اصلا وقت نداشتن شهر رو برن خونه. در حقیقت میخوام این دست خوشگل به افتخار این دو دختر من کی بود؟ خانم علیزاده عزیز بزنید. مرسی، پدر مادر عزیزشون به من افتخار دارن. این همه ما رو دیدن، ولی که میدونم چقدر مشکل داشتن، ولی به من لطف کردن و تشریف آوردن. مرسی بچه‌ها که پشت هم هستین، دمتون گرم. میریم انشالله آهنگ بعد.
سازنده بوده با تنظیم مهران کیمیای عزیزم. انوشته به معنای یاد شباب کردن، یعنی میگن پیر شدی و الان تازه یاد گذشته ها و شباب و جوانی افتادی این کارا رو نکنی. مرسی. یه دست خوشگل دیگه به افتخار من مهران عزیز زحمت کشیده. تمام چیزایی که الان دارید اینجا میشنوید رو ما سعی کردیم که دو ماه قبل بدون حضور من با حضور مهران عزیز و یک ماه اخیر با حضور من براتون آماده بکنیم. خیلی خوشحالم که توی اولین کنسرت رسمی که توی گیلان برگزار کردم شماها کنارم هستید. بچه‌ها هم خوشحالن، یعنی واقعا امروز بچه‌ها پر انرژی بودن. از همون ساعت‌های اولیه که من به کفترها دروغی می‌دادم تو سلسبیلون، اینا داشتن تمرین می‌کردن در نهار خدا. یه دست خوشگل می‌رسید خودشون بزنید. یه تشکر ویژه من دارم. اول این تشکر ویژه رو انجام بدم از خانم وارسته عزیز، مدیر مجموعه خیریه مدیریت محترم خیریه دیوانو هم تو همجا حضور دارن. اگه خودشون حضور نداشته باشن هم کارشون هستن. یه تشویر قشنگی هم برای اینجا هستند. ایزد دوستان شمال بچه‌های این خیلی هستن، دوستان تشریف بفرمایید. مرسی. ما سعی کردیم که برای یعنی در واقع یه جوری خواسته خودم بود و بعد که با بچه‌هام صحبت کردم، بچه‌هام به این موضوع رضایت دادن. همه در واقع از خودشون یک چیز رو گذاشتن که به خیلی‌ها کمک بشه تا بچه‌ها که این جشن باشن، که این کنسرت باشن شاید خیلی هم کنسرت علمی باشن. بنابراین من خیلی خوشحالم هر جا که نشستید اونایی که هستن و تشریف دارم به صندلی‌ها، واقعا من خاک پاتونم. مرسی که اومدید. یه بغضی دارم الان ولی میخوام کنترلش کنم که خدای نکرده شما رو اذیت نکنم. بله همتون میگم بله بچه‌های صندلی رو
اولین کاری بود که به صورت رسمی من برای پیج خودم پخش کردم، رسم خوردن این کار پخش شد به صورت رسمی. ترانه ملودی زیبا و خیلی شیکی از استاد عذرخواهی است. بچه‌ها همه خوبی؟ میخوام از اونجا معرفی کنم بچه‌ها، اشکال نداره؟ خوبه؟ یه ذره استراحت هم کرده باشیم. یه دست خوشگل به افتخار فراز بزنیم. اصلا آدم به فراز بزنیم داشته باشه